بریم بچه‌ها که از این بیادر گپ بزنین کفش فروشی میکنه. سلام بیادر، خوب هستی؟ بیادر میگم خوب هستی؟ سلام. نامت چی است؟ این خوردنیه؟ نه بیادر، مایکروفون است. نامت چی است؟ بیادر میگم نامت چی است؟ نساداکو. نیسارداکو؟ میگم نامت نیسارداکو است؟ خب بیادر چی میکنی اینجا؟ بیا داری. مشتری من میخرم. تو مصاحبه کو؟ خب تو یک دفعه مصاحبه کو میخرم. خب این چند است قیمتایش؟ میگم قیمتای از کفش 10 روپیه گلون ما پاره شده از صبح میگم 10 روپیه کلش همین 10 روپیه است. 10 روپیه سه کوچ فوتبالی از اروپا آماده. بیادر حداقل خمیر میششتی میآوردیم اینجا. میگم امیر میششتی میآوردی. پاک نسیکو. نه کو بیادر، نکو از این کارا نکو. پاک نه تو صبر کو بیادر، مصاحبه کنیم باز میخرم کلش میخرم. خب گفتم بیادر این کلش یک قیمت است نه؟ 10 روپیه. خب اینه می کفش ورزشیشه من میگیرم. خب بیادر چی میگم اینه می کفش من میخرم. بیادر خب میخری ورد و بخر از صبح تا ولی من میشه شیشته ایم. خب ورد و بخر یک جوره دیگه. بیادر چی تو 40 بار گفتی 4 تا کفش داری 400 بار گفتی خب بگو دوباره بگو. خب بیا ما تو یک مصاحبه رو کنیم. میخرم کله مار خراب کردی از صبح تا ولی من میشه شیشته ایم. میخری ورد یک جوره بخر دیگه. هر کدوم شما یک گمیت چیز من داریم میایم من پیش شدم بیادر چی بیادر؟ آرام باش من کلی کفشایت میخرم. خب بیادر تو اگه نی تو کنی خب تا شام گپ ما تو خلاص نمیشه. ما تا شام مجبور هستیم ای تو رو بشنوم. خب گپ بزن یک چند کلمه گپ بزن کلی کفشایت میخرم. خب بخرن بیا بخر بعد پول بده. یک اینجا کلش ما خریدم بعد مصاحبه کلش ما خریدم. بعد مصاحبه کلش ما خریدم. خب بازم کات کو